چه اومدیم سراغ ویدیو ببینیم که چی میشه. این الان پارت دومه. تو پارت اول دیدیم که من اونجا مردم توسط یه دونه زامبی. الان من برم ببینم چجوری میشه. الان صبح شده خدا رو شکر. دنبال چی باید بگرده اصلا ما رو باید توی آره بچه ها من میخوام براتون کریتیو کنم بگم چه چیز جدی اضافه شده. الان براتون میخوام کریتیو کنم. اینجا کریتیو میگه مطمئنی؟ آره مطمئنه. من این سویوری باشه این نمیتونه انداز شد. خب نگاه کنید. اینجا مردم. شانس آورم جای مشخصم رو گذاشت. وسیله هم هنوز هست؟ نه نیست. ای وای. خب نگاه کنید الان چه وسیله های اضافه شده. نگاه کنید این بلوک ها رو جالبه که مثل همن اما نوشته هاشون با هم فرق داره. خیلی جالبه. اینجا اینو نگاه کنید. کل هر وسیله جدیدی اضافه شده الان بهتون نشون میدم. بریم اینم هست. این بلوکه نه بلوک. ببینیم اینم هست. بعد جالبش این است که اینم نگاه کنید. این چی نوشت؟ وای این گیاهه. بچه نکنید ما رو اون درخت کنده بودی تو پارت قبلی اما زامبی اومد ما رو زد اونجا. به این پاندم غذا بازیم کردن داریم میخوره جای مخالیه. نکن اینجا بود. اینجا هم کار کنده بودی. حالا بچه من واسم سواله این چیه؟ جالبه. چیه این؟ بس من اینجا هم ببینم آیا چیز جدیدی اضافه شده است. بچه یه چیز بهتون بگم. کسایی که میخوان چی میگن نایت ویژن بزنن نمیدونن کجاست یا اگه بعضی میدونن من فعلا برای اونا که نمیدونن رو بهشون میگم. مثلا اینو خب باید بنداز نمیتونم مثلا نکنید میرید اینجا اینطوریه براتون. این فارسی رو نباید بزنید. بیاید اینجا رو میزنید. اینم میزنید. این هم نایت ویژنه. نمیدونم نایت ویژنش تغییر کرده. پسر نایت ویژن رو نگاه کن. من تا حالا همچین چیزی ندیدم. بچه اگه این مود خواستید میتونید از طریق روبیکای من دانلود کنید. لینک کانال روبیکای من زیر صفحه توضیحات هستش. چی شد؟ دست بیستید؟ اینطوری برم اینجا شد. دیدید؟ واه البم از باها طلا. نگاه کنید میکنم خودش آورده. چه خوشگل شده. لزه
بچه بازم میگم لایک و کامنت زیادتون نره. دیگه باز یه جوری بخشید من خیلی گرم چون قرار بود یه چیز دیگر رو برم که اصلا رفت به اون پیدا کنه نرفتم. الان براتون میرم. رفتم بیرون. ای بابا بریم. این درسته. بچه ها میخوام براتون یه چیز جدید دیگه هم بذارم. چیزی میخوام نیست. یه چیز جدید دیگه هم بذارم که خودتون میتونید از طریق کانال ریویوهای من اونو دانلود کنید مودشو. بذار من اینجا از اینجا بیام بیرون. قرار چیزی رو براتون بازی رفتم من داخل آب بودم. سیل اومده بود. ای بابا باز که سیل اومد. حالا بچه ها من الان میخوام بازم براتون این سویوایول رو بازی کنم. بذار من بیام پایین. این من بذار اینو باید بزنم. این سویوایول خب بریم. نبودم. شما فعلا بعضیتون بلد نیستید یاد بگیرید. منم الان تازه یاد گرفتم که زغال بازی کنم. تو ویدیوی قبلی بودش اما متاسفانه بعدش من مردم. خدا رحمتم نکرد. بذار اینو بزن بره. چی این اومده؟ خب هندونه امکان که به علاوه هندونه یه زبا مسئله هندونه زیر بغل گندونه کچله کچل باشه تا اون موقع من باید یه روستا هم پیدا کنم. فعلا اینو بذارم اینجا. میخوام براتون یه مدل دیگه هم بازی کنم. دانلود کردم. کلا بعضی از چیزا هست که خودم نمیتونم اما بعضیشو میتونم. براتون اونا رو هم میخوام بازی کنم. حالا فعلا این برسه به پارت 5. هر چیزی برسه به پارت 5 تا اون موقع. اما من یادم رفت نایت ویژن دارم. چند دقیقه است؟ 1 دقیقه و 22 ثانیه. من به کار نمیتونم دوام بیام. به سریع تو کار نمیتونم. نه کار نزد نیست. جاهای تاریخی هم میتونم. بریم. داخل کار چرا اون بلوها بود؟ اگه کسی میدونه چرا بود توی کامنت های من بذارید. تبر خب واسه میگم عجیب شده. 2 عدد کوره میتوانم درست کنم.
8 چوب داشته میرم چوب بیارم. خیلی که مات میگم داره تموم میشه. 22 ای بابا این موقع هم که داره شب میشه. بله هر موقع داره شب میشه. آقا چیه؟ چه چیزیه این؟ بابا اینجا سریع رو درستش کنم. زود باش سریع درست شد. از دارم لام دفاع میکنم. کسی جرأت داره پایش رو بگذارد داخل این محله. اندونه اینجا بودن و اندونه یه دونه ساقا برم تو دیگه اینم بذارمش. نه اینجا. خب اینجا نمیتونم بذارم اینجا. نه بغل دونه بریم وسیله ها جمع کنیم. چمدون جمع کنیم راه بیفتیم. چمدون ها جمع کنیم راه بیفتیم. چمدون ها رو جمع کردیم. هندوانه زیر بغلتان داندانه. برو بروی مثلا به خودم رو به جایی برسونم، به دوستا برسونم که آنجا دل امان باشم. پس فهمیدم از دنبالمه. واه یعنی این همه زنبی به خودم آموزه بودم. این وانه زیر بقل دندانه. بچه بازم خوشحالم. تو ویدیو قبلی هم خوشحال بودم. برای هر ویدیویی که براتون میگیرم خوشحالم. بچه اگه دوست داشتید تو روبیکای من بذارید که دوست دارید چیزای درسی بهتون یاد بدم. چون الان خودم کلاس سوم بیشتر از خودم رو دارم میگم. اگه همسن من چیزی یاد نگرفته بگو دیگه. فقط بلده وایسته. کسی دنبالشه؟ کسی دنبال منه؟ نه من بروی چرا یه روزا پیدا نمیشه، نمیدانم چرا. چون تو کچلی خودت کچلی. کچل مبارک کچل باشه. ازشو بگیریم. بچه به منتظر بمونم تا صبح بشه. صبح بشه پشت ستاره ملق بزن دوباره. ای بابا یه دونه روستا هم نیست. ای وای ای وای عجب اتفاق وحشتناکی. یک دانه روستا پیدا نشد. با یه دونه روستا حداقل یه دونه روستا یه دونه روستا. اول باید پشتم زامبیه.
بچه زامبی افتاد دنبالم. صداش معلومه خیلی هم توم میدوه. خدا اینجا رو صبح شد. بگیری بیا کار نکنه من گوش نکنم میخورم. بیا اینجا میخوام در خورم. چیش بخورم دلم باش تو میداش. من اینو بیارمش اینجا. بابا فکر کردی میتونی بیا اینجا خوشگلیه. یا اول فصل زده بودم تا حالا مرده بودم. خب دوستان این پارت دوم بود. لایک